دست نارس است. معلوم می شود که حالا هم در همان دیه است. طاقتم تاق شد رابیه. رفته پسرم را از آن دیه میارم. نه مصطفی، با آن دیه نرو. زلال تو را بیند زود میشناسد. اون زمان همش آشکار میشود. چندین سال گذشت رابیه، مرا نمیشناسد. آن زن فرزندش را به تو داد. او یک مادری جگر سوخته است. 30 سال نیست، 100 سال گذرد هم تو را میشناسد. مصطفی، چهره آدمی را که کودکش را برده است هرگز فراموش نمی کند. میترسم که در دل طاهر مهری در دیه زیستن پیدا شود. وقتی او را گرفتن اما خردکک بود. خواطر نشو، نه آن دیه را و نه مادرش را به یاد آورده نمیتواند. تلاش کردیم که به یاد نآورد. یکی عکسی به زلال فرستادم، آن را بیند چی همه چیز آشکار می شود. طاهر آن عکس را چه می‌بیند؟ یکی بیند چی؟ زنم چرا تو آن عکس را فرستادی؟ عکس چی می شود؟ مادر است گفتم، حق دارد گفتم. از کجا میدونستم که این خیل می شود؟ برفی دخترم، برفی اینجا نشینید. خالای زیبا، دختر جان، خودتون رو به دست گیرید. خالای زیبا، دل زودتر دارو تسکین دهنده لازم. آروم شوید خانم، من تنها با من نرس. حیاتی دخترم را سزاندی، از حقدارها نجات یافته بود. تو بیماری سرایتی آمده است گفته و را به دست حقدارها تسلیم کردی. آروم شوید، من تنها کمک کردم. کمکت لازم نیست. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. و علیکم السلام. برفین را یافته آوردیم بابا ابراهیم. میدانم. از که یافته مجبور دختر را به دیه آورده. بله آوردیم، دستگیر کرده آوردیم. بابا اگر ممکن باشد در حال نکاح کنیم. این نکاح را من نمی کنم. سبب؟ چرا شما نکاح نمی کنید؟ گویا که نمیدانی رافع. آخر در این نکاح رازگی برکی نیست. بابا زلال خونبها را داده نتوانست. در این وضعیت حق داریم برفین را گرفته بیاریم. رسم آیین همین است. رسم آیین خطا هم است. کار خطا حق نیست. آمین. شما خطا میکنید. رسم و آیین را پس زدید. فکر میکنید که غیر شما دیگر ملا نیست. فهمیده گیرید که این نکاح میشود. یاری دید در رو کشایید. یک آگز هست. یاری دید یک آگز هست. سردهید من را بکن همون را دمت رو گیر. یولمزم دیگر طاقت ندارم. چرا در اینجا همه جمع شدید؟ کنی روید از اینجا. روید گفتم. اکنون چی می شود؟ حالا هم استاده اید. کنی دف شوید.
یک لحظه صبر کنید، آرام شوید. البته این کار رو به خوبی حل میکنیم. نکاح نمیکرده است. نکاح میکنیم. حالا میبینه. کاملا میامیم. دمیر لبه آقای رو گفته حامد را اجرا کن. دمیر و دههای همسایه رفته، داملا را گرفته بیار. اگر بابا ابراهیم هستند گفتن نباید چی؟ و او گوی که بابا ابراهیم در دهن نیستند، کی می آیند معلوم نیست. و نکاح کاری خیر است. خداوندم مرا ببخش. چی کار کرده ایستاده ای؟ برای تو توی کلان میدهم. میبینی خانم ها بر این زندگی میکنی. این ترس بیفایده است. خواطر نشو. و من یک پسر تولد کن، آرزویم تنها همین. همه را به تو غلام میکنم. همسانی پدرم هستید. التجا میکنم از من دست کشید. زنی شما شده نمیتوانم. میتوانی. فهمیدی؟ همین که ملا آمد نکاح کرده میگیرم. نکاح نشده باید دخترم را از آن ظالمان نجات دهم. اما این مقدار پول را جمع کرده نمیتوانیم. تنها یک چاره مانده است. آرام احتیاط باش، یگان خیلی دیوانگی نکن زلال. هم به تو و هم به دختر ضرر برسونم. چه کار کردن رافع حالا معلوم نیست. السلام علیکم. و علیکم السلام. بیا یشرف. همدهگان از وضعیت اپای زلال بسیار غمگین شدند. گفتند که به قدر امکان کمک میکنند. نکاح نشده پولی خونبها را جمع کردن لازم. یشرف خدا از شما راضی باشد. اپای زلال بابا ابراهیم را اینجا گفتم. اینها عدیهای کرچوه می باشند. با خیر است برادران. برای بردن شما آمدیم بابا ابراهیم. وضعیت بسیار وزین است، وگرنه خونی بسیار میریزد. در حال با کرچوه رفتنم لازم. میدانم اینجا را این خیلی پرتاتر رفتن ناممکن است، اما میدانی زلال، یک سر کنن خون دهر بر این جاری می شود. یا شرط را تنها نمی گذارد. گفم را فراموش نکن، یگان دیوانگی نکن دخترم. و جمع شود جمع می شود. جمع نشد جان دختر مهم است. هر در امان خدا. سبب در اینجا جمع شدن ما را هم حتی میدانید برادران. البته میدانیم. میدانیم که یشر، لیکن امسال خوش سالی است. در ده پول نیست، مردم پول ندارند. هر کس به قدر تواناییش دهد. از دستتان چیزی بیاد ثواب است. پدر جان در اونجا چی گپ؟ تو در اینجا چی میکوبی؟ این طرف گذر. تو در اینجا چی میکوبی؟ هیچ، خواستم ببینم چرا مردم جمع شده است؟ برای به زلال کمک کردن جمع شدن. خونبها جمع میکنن. همه‌اش رو جمع کردند. من از کجا میدانم قسمون؟ رو از اینجا. خب میرم. دو کار رو عوض کنم حسن؟ درد نمیکند. کشوده دیدن لازم. من میدونم که تو شیر بچه هستی و نمیترسی. مادری حسن به شما خوراک آوردن؟ نه خود. در دیگه با دکتر باری اول این خیلی مناسبت رو میبینم. بله. مردم آهسته به شما مهر بسته استادن. چونون گپ زدی که گویا من در اینجا دائمی میمونده باشم. همین که سرایت شدگان شفا یافتن من از اینجا میروم. به شهر میروید؟ همین خیل؟ البته. آخر من باید به خونه همون برگردم. در اینجا نمیمونید. این آدمان به شما احتیاج دارند. نه دیلو، در اینجا ماندن نمیخواهم. از من مرنج. با چنین مناسبتی آدمان یگان دکتر اینجا نمیستد. روی خط داروها رو خواستید. در روی میز است. تشکر دیلو.
دورو کم است لیکن به طبابت کودکان میرسد. این چیست؟ گوشت بیریون کردند. گوشت؟ چرا اونها مرا گوش نمیکنند؟ دیلو نخود یک مدت به گوشت و شیر زندگی کردن مشکل باشد. آخه در این خیل شرایط بیمار و زیر نظارت گرفتن نمیشود. اگر اونها رو من نکنیم باز یگان فلاکت میشود. آش شود. تشکرم مکجون. ایستید. این گوشت رو تقسیم نکنید. و خیر است دکتر، چرا تقسیم نکنید؟ این گوشت رو تقسیم نکنید. چرا؟ بسیار صحت شو. یک گاو را کشته خواستم با فقرا تقسیم کنم. شاید حیوان کشته‌تان بیمار باشد. نه دکتر، چخیل بیمار. خواطر نشو، یگان چیز نمیشود. نمیفهمید. خوردن این گوشت برایتان خیلی خطرناک است. آقای طاهر، وضعیت وزنین است. الکی چند نفر چربا کشته تقسیم کردند. و اما کی حلیمت بر؟ مالش. بیایید دکتر. زینهار این گوشت رو نخورید. چرا نخوریم؟ تقسیم هم نکنید. با کودکان هم ندهید. چرا دکتر؟ آخر کاری خیر کرده زاده ایم. مردمی فقیر خرسند میشوند. حیوان کشته‌تان شاید بیمار بود. بیمار باشد چی میشود؟ حیوان را حرام نشده کشتند. از این رو گوشت را خورده ممکن است. هر کس میتواند سرایت یابد. چی گوشت را خورده یگان کس بیمار شده است دکتر؟ تو کاری خودت را کن و ما یگان چیز نمیشود. این گوشت رو با کودکان نخورونید. خطرناک استین. گوش نبکنن دکتر، گوش نبکنن. ده زیر خطر است آقای رئیس. دهاتی ها این گوشت رو استعمال نکنند. شما رئیس هستید. من کردم میتوانید. کودک بر این گپ نزن دکتر. در اینجا همین خیل عادت است. اگر در یک خانه مار کشند به تمام ایده‌ات تقسیم میکنند. همین خیل نیست دیلا؟ میدونم. دیدم. بسیار خوب که دیدی. میدونی چی؟ من در بدر گشت گوشم کنم؟ بعد ها عادت‌های نو نبیارید. روید از برای خدا. التماس دکتر رو گوش کنید اما کشور باز. بیماری به ده پنج شده است. همه رو سرایت میکنند. نه دیلا، نه خودتون رو نه من رو بیهوده گرنگ نکنید. این مردم رو فهمانده نمیشود. بیهوده خودتون رو آواره میکنید. از اون سر این به مردم تاثیر نمیکند. بیا سگی وفادارم، بیا و تو میدیم. خور آش شود. احتیاط نیمی حیات. احوال همدهگان رو میدونید. همین قدر جمع کرده توانستیم. نمیدونم به دردتون دوام شده باشد. خدا از همه تان راضی باشد. انشالله برای خون هم میرسد. انشالله. ها اگر یگان چیز لازم شود من در چایخانه ام. سلامت باشید شهر. همه کوشش هایم بی‌فایده نبودند. بیهوده کوشش میکنی برفی. از این زنجیرها خلاص یافته نمیتوانی. من حیوان نیستم. من را کشایم. نمیکشایم. تا راضی نشوی نمیکشایم. فهمیدی؟ کجا شدی دیلو؟ بابایت رو یافتی؟ همه جا رو گفتم. در راه با یک شر بخوردم. بابایم به دهه همسایه رفتم. کی برمیگردند؟ آنجا دور است. آگاه برمیگردند. تنها بابایتان ها رو من کرده میتواند. راست میگویید. لیکن حالا یک زن جوان به این بیماری گرفتار شده است. چرا بیمار رو نآوردی؟ آوردن خواستم اما گوش نکردم. باز به نزد همون زن طبیب بردند.
چی میخواهید؟ آقای دکتر بیمار رو دیدن میخوان. خالای مریم. بینات بیمار آنجاست. دل به حضوری و تب لرزه دارد؟ دارد. حرارتش خیلی بلند. به نقطه طبی بردن لازم است. لازم نیست. خالای مریم طبابت میکند. بله، داروهای تیار کردم را استعمال کند انشالله یگان چیز نمیماند. گوش کنید مریم خاله، شاید به وجه بیماری ها فایده کند، اما طبابت این بیماری تنها با واسطه داروهای طبی ممکن است. همسرتان گرفتاری بیماری خطرناک است. اگر طبابت نکنیم شاید بمیرد. دکتر راست میگویند سعید. بیا زنت رو به نقطه طبی بریم. لیکن دیلا کودکی روزی گذشته برده اتان مرد. آیا همین خیل نیست؟ او رو دیر آوردند وگرنه نجات میدادیم. رو گفتم دکتر، ما خالای مریم کارشان را کنند. روی گوش کنید، این بیماری با گیاها طبابت نمیشود، میفهمید؟ رو از پس کارت دکتر؟ چرا فهمیدن نمیخوای سعید؟ تو همسرت رو از دست میدهی، دیگر علاج نداری، میدونی یا نه؟ کاردار نشو گفتم. رو بس رو. کنی زود رو. سعید زنت مردنش ممکن است. خطا میکنی. بخیر است. شما در اینجا چی کار میکنید آقای دکتر؟ با دیدن بیمار آمدم. من دختر رئیس. نامم کزبان. خیلی خوب. شما با دیگه ما همچون مهمان اومدید. امید دارم که اینجا زیاد میمونید. بیایید رفتیم آقای طاهر. یگان کار کردن نمیشود. حالت بیمار وزنین است. تا شب نمیستد دیلو. گپ رو گوش نمیکنند. دیده و دانسته اجازت نمیدهیم که بمیرد. ما چی کار کرده میتوانیم؟ چی شده از دیلو؟ هیچ. این به تو دخل ندارد خزبان. از تو هیچ چیز پوسیده نمیشود. دیلو با خود دارو گرفته ای؟ بله هست. لیکن دارو رو چی کار میکنید آقای طاهر؟ بیمار رو طبابت میکنیم دیلو. تو در نزد مریم خاله باش. با بهانه کمک دارو رو با گیاها آمیخته کن. سلام خالای زیلال. با فکرم شما مرا نشناختید. من زینب. شناختن هم نمیخواهم. تو هم از خونی آنها هستی. شما را چشمی دیدن ندارم. مردم اینجا حالو هم پیشتره برین. مادر جون کجایی مرا نجات ده. التماس. نترس برفین. با تو خوراک آوردن. چیست داده بریوان؟ با دختر خوراک ده. خوراک نمیخواهم. زهر خور. بریوان همزن من است. بین خود مراسو کنید، چون که از این پس تو همزن من میشوی. نمیشوم. حاضر داملا گرفته میآرند، فهمیدی؟ به زوری خوشبخت نمیشوی. شما یک آزار انصاف دارید یا نه؟ نه ندارم. زوجم میشوی برفین. برای من پسر تولد میکنی. از همه زنی دوست داشته هم میشوی. اکا با شما خبری نو. بخیر است. تمام مردم دیه برای کمک زلال پول جمع کرده است. چی گفتی؟ از کی فهمیدی؟ خبر را از دختر رئیس گرفتم. بگذار جمع کنند. اگر زلال پول جمع کرده باشد چی؟ اگر خونبها را بیارن هم من دختر را نمیدهم. فهمیدی حامد؟ کوشش زلال بیهوده است.
دختر را نمیدهم. ملا در راه است. این نگاه البته می شود، دیگر راه ندارد. تو مرا فهمیدی؟ الا ملا هم آمد. خوش آمده دامل. دخترم جانم. مادر جان خوش آمدی های دخترم. کنی این یک با تو نگاه کنم. خوش آمدی. مرا خوش آمدی نمیگوی دمک جان؟ خوش آمدی. خوش آمدی دپا جان. خوش آمدی. خدا است که خوش آمدی دخترم. ینگه جان. خوش آمدی. کنی زودتر با درون درایید. چقدر شما رو یاد کردم. تنها تو نمیرسیدی. چرا آمد؟ نشد مته. دخترم را از دستم گرفتم. نمیتونم چیکار کنم مته. به من راه نشاندی. عائله‌ام پراکنده شد. خانه‌ام را، شوهرم را، پسرم را، گلی خاندانم را از دستم ربودم. من اکنون چی کار کنم مته؟ چی کار کنم؟ بگوی. دیگر نمیتوانم. دعوا تمام میشد. دخترم را میگرفتم. بیسترم را میگفتم. نشد. دخترم از دست رفت. براتم برین از دست رفت. دخترم مرا نجات ده مادر جان میگوید. برفین را گریزونم. راست میگویی میده. دیگر چاره ندارم. بغیر از گریزوندن دیگر چاره ندارم. دادرک شیرینه، خودت رو چه خیلی حس میکنی؟ تشکر رفا جان، خوب هستم. قربانت شوم. خداوند تو رو حفظ کرده است. خدا از دختر راضی باشد. بله، صد شکر. اگر آقای طاهر نمی بود نمیدونم چی کار میکردیم. بعد این خیل جراحت زنده ماندنش در گمان بود. دادرکم کنی باپت آب بیار. کنی بیار. اگر به کودک یگون چیز میشد آیا برداشت میکردید؟ رسم و آیین گفته است پس ظلم رفته ایستاده اید. این چندمین قربانی است. شما خطا کرده ایستاده اید. نه به خورد راه میکنید و نه به کلان. شما این را میفهمید؟ مان زینب بس کن، زبانم را نخوران. تو آمدی باز میروی. 2 روزی در اینجا بودنت را با ما زهر نکن. نمیروم پدر. در اینجا میمونم. نمیروی؟ معلمیت چی میشود؟ چند سال خواندی؟ با من اجازه دادن که در مکتب اینجا درس دهم پدر. از این پس در این دیه معلمی میکنم. چی گفتی؟ در اینجا معلمی کرده؟ همه را به خودت مانند میکنی؟ امک
روی نکن دخترم. خوراکت رو خور. یه خور خوراکت. در اینجا چی مقل؟ خوراک آوردم. آیا من نگفته بودم که در را کسی نگشاید؟ درست است. بول می شود پدر. دفع شوید از اینجا. برای زود. نصف شوید. غیر از من کسی اینجا ندراید. زینب دخترم رفتیم از اینجا. تو هم آرام است. از حد نگذران. مرد هندو وگرنه خودم رو میکشم. زینب رفتیم از اینجا. کنی شما هم بیرون برایید. رفتیم برفین دختر خاله زلال نیست؟ بله زینب بله. برفین در این خونه چی میکابد پدر؟ ما با او دعوای خون نداریم. و چرا او در آغل زنجیر بند است؟ چرا پدر؟ تا وقت نکاح بعد میبینیم. دخترم از روی عرف و عادت ما حق داریم برفین را گیریم. با جای خون بها او را مالبرین گرفته نمیتوانید. پدر چرا شما به این کار راضی شدید؟ عرف و عادت همین است. مقابلت کردن ضرورت ندارد. همه گپ در سری همین است. چی کاری افلاسی که باشد نامش را عرف گفته در پسش پنهان میشوید؟ این به شما نمیزیبد. از این دختر چی میخواهید؟ حامد دهان او را بند. این که من خودم میبندم. زینب گپ نزن. خاموشی است. گپ به تو نمانده است. فهمیدی؟ دخترم کلید در اینجا نیست. در آنجاست مادر جان. درست در بینه. خاله چی؟ این منم. من زینب. دخترتان رو نجات دادن میخواهید؟ دخترم رو حیوان بریم بسته ماندند. تا کی در آخیل نگاه می‌دارم. آخر بعد از نکاح فرصت یابد خودش رو میکشد. خدا نگه دارد. این خیلی نگوید. خاله زیلا رفتیم. آوردم مادر. بسیار خوب. ینگه حالا هم خواب نرفته اید؟
نه زینب، همین رو تمام کنی بعد خوب میکنی. خدا خوبی برای حدی هم. با شما. با تو هم. باید در کیسهشون باشد. من میگریستم اما اگر به دست رفتم امکم با پدرم دشمن میشوند. میفهمید؟ نترسید خالای زلال، شما رو نمیکشند. روید روید. خلاص میکنم جونکم، خلاص میکنم جونم. زودتر مادر جان، به دست نرفته. خودیر جونکم. مادر جان، در خانه من چی میکنی دلو؟ چی کار میکنی در خانه من؟ خیلی برا سردی رافیه سردی افشا برا دخترم رو بودی برا میگویم برا مادر جان نه تو میگویم برا اینجا کنید برا حاضر زده میکنم خدا جزو داف شود اینجا دیلال داف شا میگویم پکان ادرم زیراز داف شا از اینجا زنی بیا خب نفت خدا گریفتار شوید از کسم کنید ها را دزدیده است چی نگاه میکنید داف شوید این کار را همین خیلی نمیمانم
خداوندا مدد کن. میبینم که همه‌تون با پا خسته. چی به خونه رفتن میخواهید؟ بله سیاد شده. به خونه کار میرویم؟ خوب، اما یک جای میرویم. من شما رو برده میمانم. رفتیم. خوب شده است. میرویم. کمی صبر کنید بچه ها. چی شد دیلو؟ از دیروز باز نمینمایی؟ در نزد خالای مریم بودن. بیماری وزنی بود، از برش جدا نشدن. دارو رو آمیخته کرده توانستی؟ بله، با گیاها آمیخته کرده دادم. شما رو به زن طبیب گنده کردم و با بریش در اومدم. یاری دادن را اجازه داد. حالت بیمار چخیل است؟ خوب است. از لرزش موند، حرارتش هم پس شده ایستاده. بیمار باید دارو رو استعمال کند. تو از نزد مریم خاله دور نرو. خوب آقای دکتر، چه خیلی که میخواهید. به فکرم کودک ها صحت شدند. بله صحت شدند، اما حالا هم خوف پنشوی بیماری هست. خداوندا التجا میکنم مدد کن. برفینم رو در پناهت نگه دار. گمانم راست برآمد. آقای طاهر، چی شد دیلو؟ حالا هم در این جایی؟ وضعیت وزنی شده ایستاده است. کودک بسیاری بیمار شدند. جای تیار کن، بیماران رو میاریم. بیمارها به اینجا نمیآیند آقای دکتر. همه به نزد مریم خاله میروند. بعد از آن واقعه با اون دخترچه هیچ کس به ما باور نمیکند. بلا زند. چرا این رو فکر نکردم؟ اکنون چی کار میکنیم؟ زود همه دارو رو جمع کن، زودتر. خوب شده است. خیر نغز روید. انشالله یگان چیز نمیشود. روید. کنی دخترم تو اینجا بیا. وضعیتشون بسیار وزنین است. متاسفانه اگر کمک نکنیم مردنشان ممکن. چی کار میکنیم؟ بغیر دوام دادن همون بازی دیگر چرایی نداریم دیلو. ما باید بیماران رو نجات دهیم. انشالله به دست نمیافتیم. دیلو با دقت باش. در این وضعیت تنها تو به آنها کمک کردن میتوانی. دیهاتی ها به نزد شما نمی آیند، اما اگر من بیمار می بودم به نزد شما می آمدم. کار درست میکردی. بسیار خوشی، لیکن دکتر خیلی کم گپ. کنی دخترم تو این رو آمیخته کن میلش. کنی جانکم دهانت رو کشا. کنی حاضر حرارت پست بشود. یگان چیزت نمیموند. حتی نغز میشوی. تو در اینجا چیکار میکنی قزبون؟ من به خاله مریم یوری میدیم. از تو پرسیدن دیلو؟ من هم یوری میدیم. شما رو ناراحت میکنم، اما بیماری زود پهن میشود. چه خیلی بیماری دکتر؟ بخیر است انشالله. هم آدمان هم حیوان ها عذاب نوشاکی سرایت یافتند. چی؟ عذاب نوشاکی؟ اکنون چی کار میکنیم؟ یک چند مدت آب رو بستن لازمه تا برطرف کردن خطر. دکتر تو چی ها گفته ایستاده ای؟ تو مرا با مردم دشمن میگردانی؟
اگر آب رو نبندیم پیش راه بیماری رو گرفتن نمیتوانیم تماما. خب مایلش، من یگان علاجش رو میابم. خوش آمده دام الله، خوش آمده. صفا ورد، صفا وردید. مرحمت مرحمت مرحمت. حامد، ای حامد، برا دام الله آمدن. خوش آمده دام الله، خوش آمده. خوش باش رافی. مرحمت مرحمت. خوش آمده، خوش آمده دام الله. مرحمت. خوش باش. راضی نمیشم، میمورم، راضی نمیشم. کنی جونکم دهانت رو کشو. آفرین انا کنی یک بارکی دیگر دهانت رو کشو. تو چیکار کردی دیرو؟ چیکار کردم؟ دارو پرتوفتی؟ چه میگویی قزبون؟ قسم به خدا دارو پرتوفتی، من دیدم. نکاح میکنم و مادامی که بابا ابراهیم نکاح نکردند گمان میکنم اینجا چه گپی هست. چی ها میگوید؟ بابا ابراهیم در دهن نیستند. بابا ابراهیم اینجا میشدن ما شما را تشویش نمیدادیم. خب اگر این خیل باشد عروس را آماده کنید، من نکاح میکنم. مایلش، من رفته او را بیارم. را بیار. برای آوردن برفین رفتن. پدر التماس این کارو نکنید، آخرین گناه هست. قسمت همین بوده زینب. نه نمیخواهم. از برای خدا رها کنید مرا. امکی حامد التماس میکنم کشید مرا، پرانید، لیکن من نگاهی امکی را مجبور نکنید. نمیخواهم. دیگر علاج نداری، مقابلیت نکن. راگر خاردار نکن زینب. اگر تو مرا سرنزد امام شرمنده کنی من تو را از هر دو پایت در آغل بسته تمام عمر کنجا را میگیرم. حمیدی خوب شده سمکی امید چیزی که خواهید میکنم. برفین قول میدی؟ اما دستانم را رها کنید، خواهش میکنم. مایدش نزدیک نشوید. احتیاط شو. میپرانم. نزدیک نشوید. چی ناه رو پاتو برفین؟ خدا شکایت برفین. خدا میپرانم. خدا میپرانم. زینب نزدیک نشو. هرچند کردم مریم خولا رو فهمونده نتوانستم. از روی قزبان شده به دست افتادم. اکنون چی کار میکنیم؟ باید یگان کار کنیم. خدا خودش به ما مدد رسوند. آخر ما به زیر اونها هیچ کار کردن نمیتوانیم. در این خیل وضعیت پیشگیری کردن بیماری ناممکن است. آقای دکتر برفین چی شد؟ خودش رو پراند آقای دکتر. زود به اتاق جراحی، زودتر. بگویید او زنده میماند. التماس. یگان چیز گفتن مشکل است، جراحی میکنیم. با بیرون بروید. التماس با بیرون بروید.
دخترکم برفین. دکتر اجازه دهید خالای زیلو. دخترم، جیگرم. دخترم زنده است. شکر خدا که زنده است. دخترکم رو نجات ده، التجا میکنم. آخر رو میمیرم، قربانت شوم. خواهد نشوید خانم، کاری از نسلم آمده را میکنم. التماس اجازه دهید. برای نفسی امکم دختر با مرگ دست بگیریبان است پدر. مگر این خیل شدنش رو میخواستیم؟ تو همش رو با چشمان دیدی. این یک فلاکت بود. ظالم ها، کودکم را کشتید، برفینم را کشتید. ظالم ها، از خونه نشدید. خانم قاتل ها. پدر شما رو بید، من او را آروم میکنم. خالای زیلال برفین صحت میشود، با من باور کنید. خالای زیلال به خود بیایید. خالای زیلال. جراحت رو تازه کردیم، فقط دوختنش موند. بله. آیا گروه خونش رو فهمیدی؟ بله، مگر حالا به خون احتیاج داریم؟ بله، خونی زیاد رفته است. اگر خون ندهیم بیمار از دست می رود. گروه خونش چندم است؟ گروه سه منفی. لیکن چه خیلی یافتنمون رو نمیدونم. زود نومید نشو. با گروه خونی من یک بوده است. خوب، در این شرایط خون رو چه خیلی میدهیم؟ چه؟ اسباب خونگذرانی نیست؟ و دخترم خونش را میدهد. خدا از او راضی باشد. انسانی خوب بوده است. خالای زیلال با من نفرت دارید؟ نه دخترم، خودش کشتن خواست. تو گناه نداری. همش خوب میشود خانم. به غیر از جانم دیگر چیزی ندارم. خواهی او را به تو میدهم پسرم. گریه نکنید خالای زیلال، دخترتون نجات یافت. اگر دخترتون رو دیدن خواهید رفت ببینید. آقای دکتر. بله؟ من اپایالی هستم. شما دختری آقای حمید؟ بله، شما دادرم رو نجات دادید. فرصت نیافتم که به شما تشکر گویم. به شما شبی خوش آقای دکتر. به شما هم. خدایا تو در کجا بودی؟ معلمه است. در شهر زندگی می کند. چرا به دهام اومده است؟ نمیدونم. نامش چیست؟ دخترم، برفینم، دختری خوشرویم، جونکم چشمانش رو کشوند. من در کجایم؟ در اینجا.
در نقطه طبی. قریب تو را از دست میدادیم دخترم. دکتر تو را نجات داد. چرا مرا نجات دادید؟ چرا مرا نجات دادید دکتر؟ برهین جانکم این خیلی نگوی. چرا نگذاشتید که من بمیرم؟ از زنی رافع شدن مردنم بهتر است. التماس میکنم دکتر مرا کشید. جانکم جگرکم برفینم جگرکم جانکم. آیا همه این برای خون بها است؟ هیچ جمع کردن نتوانستم از روی پلی لعنتی. دخترکم جانکم. التماس گیرید اگر کفایت نباشد. پسرم تو را به ما خدا فرستاد. خدا از تو راضی باشد. واه واه، حال این کودکان وزنی‌تر شده است برادران. وقتی که در ده دکتر هست چرا به او مراجعت نکنیم؟ بیماری سیرایتی است، گیاه فایده نبخشید. میبینید کو کنی بیاید نزد دکتر رویم. خیزید چرا نشسته؟ خونبها تمام شد حامد. نمیشود حامد. بگذار پدرم قرار برارند تمک. تو کاردار نشو زینب. کاردار میشوم چون که برتین رو من پروندم. قبول نکن حامد. بعد این قدر کارها پول نمیگیرم فهما؟ درست است. اکام حق است. وقتی دادن آن گذشته است این پول قبول نمی شود. کمی با انصاف باش حامد. شما روید خاله زلال. خونبها رو سپرده حساب کنید. سلامت باش زینب. سلامت باش. این کاری زنانه زینب. پدر شما در گذشته بسیار آدمی با وجدان، بسیار یک شخص دلسوز بودید. و شما چی شد؟ چی؟ حالا من بد شدم؟ شما عرف و عادت میگویید. حق دارم میگویید. نکاح نشده خونبها رو آورد. دیگر چی میخواهید؟ غیر از این پدر برفین رو من پروندم. مادامی که خونی او رو من ریزاندم باید خونبهای این ماه رو نمیگرفتید. شما باشید چیکار کردید؟ پدر اگر این پول رو قبول نکنید رفت خود رو به پلیس میسپارم. به اینجا خوابانید. خودتون در بیرون انتظار شوید. حیات حسن را نجات داد گفتم. آقای دکتر شخص خوب است گفتم. آنها آمدند. کار خوب کردی آفرین. وضعیت کودکان بسیار بد است. حالا باز می آیند. حتی در اینجا نمی گنجند. این خیلی باشد حسن را جواب می دهیم. من به خونهشان رفته خبر می گیرم. لااقل یک جای خالی شود. باز دو کودک آوردند. در اینجا دارو نمونده است دیلا. از انبار بیار. از انبار؟ در انبار هم نیست. چخیل از روی خط باید باشد. اما نیست. دارو رو به ده کی میاره دیلا؟ بله دارو رو به ده من میارم. از روی خط بین داروهای به ده آورده شده و داروهای تقسیم شده فرق است رئیس. باور کن من داروها رو به دکتر داده بودم. از کجا میدونم؟ شاید دزدیده باشد. شما از کجا میدونید؟ از دستی او میآید. دزدیده فروخته است. در اینجا با کی میفروشد؟ دکتر از کجا میدانم؟ تو چی؟ سوالهای آخرت رو هم میپرسی؟
کمی خیز جونکم. حالتشون چه خیلی است دیلو؟ دارو تمام شد. اگر دارو نباشد کودکان رو نجات دادن نمیتوانیم. از کجا دارو مییابیم؟ نمیدانم دیلو، ناچار ماندیم. باید یگون راه یابیم. رئیس سپارش میدهد اما تا آمدنش کودکان رو از دست میدهیم. من در غار داروهای بسیار دیدم. در کدام غار؟ از حقدارها گریخته یک غاری رو دیدم. در درونش قوطی های پر از دارو بودند. یره‌دارها هم بودند. آزن هم آنجا بود. بعد او رو پرانده کشتند. خدایا توبه. این چه خیلی شده؟ تروریست ها. خدا نگاه دارد. معلوم می شود که داروها رو به آنها می فروخت. ما باید به آنها رویم، دیگر چاره نداریم. ای خدا باور کن آنجا بسیار خطرناک است. با آنجا رفتن بی عقلی می باشد. یا من حق نیستم؟ در ده بیماری سرایتی دوام دارد. آن داروها لازمند. یا با آنها رفته داروها را میگیریم یا کودک ها میمیرند. دکتر راست میگوید. تنها با این راه ما میتوانیم کودکانمون را نجات دهیم. و خدایت در آنجا خونریزی میشود. پسری من بیمار علاج یافته، ما باید با آن غار رویم. من نمیمونم که جنم از بیماری بمیره. دختری من هم بیمار است، باید به غار رویم. آخرین دیوانگی است، بیعقلی است. زینب؟ دخترم؟ اینجایم پدر. علی رو با مکتب میبرم، گفتم یک خواستم تو را ببینم. با این مکتب چی شد پدر؟ این چی میشد دخترم؟ معلم نیست، یگان چیز نیست. همه از اینجا گریخته میروند. سالهاست که به این کاری معلمی یگان کس مشغول نمیشود. اکنون من مشغول میشم. زینب دخترم، در اینجا با کودکان ملا مشغول میشود. این کارهای هر روزه کی کودکش را با مکتب میفرستد؟ بعد امکت هم راضی نیستند. امکم؟ چرا راضی نیستند؟ من این مکتب رو میکشایم. با این مجبورم. این برای من قرض است. این چه خیلی قرض بوده است؟ پدر، در یاد دارید پس از مردن مادرم چند روز گریه کرده. با امکم جنجال و زن و زنی کرده مرا به مکتب داده. با مادرم قول داده بودید که مرا میخوانانید. خواندید، قولتان رو به جا آوردید. من هم یعنی به مادرم قول داده بودم. خواندم.
بالا باشد میخونونم. شما از او یک بیتر خوستید. به قیمت جانش هم باشد علی را تولد کرد. را هیچگاه فراموش نکرده، بی‌وفایی نکرده، حتی باری دویم خانه‌دار نشده. اکنون من هم باید به قولم وفا کنم. این مکتب گشوده می شود پدر، گشوده می شود. کسی نیست. کی رفتیم؟ بازدام نباشد. پنهان شدند. وقتی نمودار شدن شاید آتش گشایند. برای نگاه کردن آمدیم. من را حمایت کنید. خدا خیلی شیردی بوده است. بله. مدارم نمان سینان. حاضر میرسیم. کم ماند. حرکت کنید. اون دروغ در کجا باشند؟ David! مانا در اونجاست. رفتیم. زود رفتیم.
حالا که این کودکان چی خیلی از دکتر داروها فایده کردن؟ خاطر نشوید، کودکان نجات مییابند. آخر من گفته بودم که دکتر حق است، رفته داروها را گیریم. در سایه شما کودکان نجات یافتند. خدا خواهد کودکان امان صحت میشوند. سلامت باش. اکنون به خونه هایتان روید و به حضور خوب کنید. بیایید رفتیم. شما هم سلامت باشید. اکنون به حضور خواب می رفتیم. میبینیم حضور را، میبینیم. طاهیر پدر؟ طاهیر سرم. خدای توبه، اینا در اینجا چیکار میکنند؟ هیچ نمیفهمم شما در اینجایید پدر. برای بردن تو آمدم پسرم. برای بردن من آمدید؟ بله. چرا حیران شدی؟ هم مادرت هم من بسیار خواطر شدیم پسرم. آماده شو، سحر بر وقت برام میبرایم. من نمیروم پدر. چرا؟ چی شده است؟ چرا رفتن نمیخواهی؟ خوراب بسیار بولازد شده است خالای زیلو. آش شود. دختر هم گرسنه است، برای او هم خوراک آماده کردم. من میبرم، او در خانه‌اش. خودم برم دخترم. در ده بیماری سیرایت کننده پهن شده است. پسرم تو به این وظیفه دار نیستی، همچون مهمان آمدی. پدر من دکتر، این وظیفه من است. آقای دکتر مرحمت. دروید زیلال خانم. پسرم گرسنه هستی، برایت خوراک آماده کردم. زحمت کشیدید زیلال خانم، سلامت باشید. پیراهن تقدیم. فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیک گردانده شد.